XS داریم با مشکل فعال نبودن سه گزینه یا تروتون. میریم نرم افزار i2c رو اجرا میکنیم، دستگاه i6s رو وصل میکنیم، کانکت میزنیم، این صفحه میاد، گوشیمون رو به سیستم وصل میکنیم، این قسمت نوشته iOS device connected یعنی وصل شد. صبر میکنه تا اطلاعات رو بخونه. اطلاعات رو الان خونده. میزنیم واسه فعال سازیش. خب تو این مرحله اگه ما این دکمه رو بزنیم میگه اسکرین وصل نیست، یعنی LCD مون وصل نیست به دستگاه. LCD رو تو همین حالتی که گوشیمون روشنه باید از شاسی در بیاریم. فلت تاچ رو وصل میکنیم همون جایی که کانکتورش هست، یعنی XS میخوره به XS، چراغ سبز و اینجا اعلانی رو میزنیم. اوکی، سلامت باشید. رایت ساکسس. دوباره LCD مون رو جدا میکنیم، گوشی رو خاموش، کانکتور LCD و تاچ رو خودمون دوباره این تکه رو باید صداش رو زیاد کنه. سرعت ست گزینه فعاله. موفق باشی. اوکی.